ساقیا همچون گلی رعنا در ایام بهار جامی زرد از باده گل گندمی حالی مدار هست دود زیادشی سوزن بقد افراخته بینی حالی قامتش سری سپیدن مال ساره با یاره دامنه قربانت شوم من یاره غنچه خون آلودی پیکانی بلند بگریفتره دیده تانم از دهانم در چمنی گلستان دیده تانم از دهانم در چمنی گلستان وای یاره دامنه قربانت شوم من یاره بر کنار رودها دمد سایه های بیدگو ماهیان را رنگ گودن آبینی صد سلام دوستان عزیز، شماتون بخیر باشد. باز هم توسط برنامه خاطره ها با شما پیوستیم و یک گروه کسبی موسیقی که پیوسته مهمانی برنامه ما هستند باز هم در برنامه ما رو همراهی خواهند کرد این شام و باز هم سرودهای کلاسیکی خواهیم شنید. انسامبل شش مقام فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف عین حال در مهمانی برنامه ما هستند و هم صحبت ما هستند خورسند مراد ظریفов هنرمند شایسته کشور. شماتون بخیر. تشکر زیاد، سلامت باشید. در آغاز برنامه را با یک سرود بسیار هم دلنشین شروع کردیم که این سرود را بسیار سرود ماندگار و جذاب بود که استادان صنعت شش مقام سرایان محبوب تاجیک بارها اجرا کردند و عین حال از همین گروه شما شاه صنم نیز برامون این سرود را پیشنهاد کرد.
اولا سلام و درود زیاد به همه تماشابینانی بخصوص برنامه خاطره های تلویزیونی سفینه. حالا سروده که ما همراه یک جای گوش کردیم با نام دلخراج، آهنگی کلاسیکی است، غزل از حافظ شیرازی است. آوازخواننده که در هیئت انسامبل ششمخان خانانی فیلارمونی در ترکستان به نام استاد اکشری جرف فعالیت دارند. یوسف شاهصنم اجرا گردید، خیلی به درجه عالی بود. خودی شاهصنم که خط کرده کنسرواتوری دولتی ملی به نام استاد طلب‌خواجه ستارov است. از استادا بسیار آموخته است و امروز در انسامبل فعالیت دارد. خیلی فعال هم است، هم از جهت آواز هم از جهت رپرتوری مثلا اجرایشی سرودهای کلاسیکی، ولی خیلی هم خوب سرایید. آهنگ دلخراج بسیار با ذوق میبارد، به شور میبارد، چونکه درباره بهار گفته شده از ساقیا همچون گویی رعنا در ایام بهار گفته مردم به شور و ذوق دعوت میکند. همین سرود قریب که اون استادانی که در روی شش مقام اجرا میکردن اجرا کرده شده است و امروز ما هیئت انسامبل شش مقام خانانی فیلارمونی در ترکستان برای استاد اکشری جرف تصمیم گرفتیم که همین با جوانان آموزانیم. آینده اینها با جوانان آموزانند، چونکه خودش یک چیم بسیار هم آهنگی خوب هم هست. اون نوتایی که مثلا اوج دارد بسیار هم استادانه اجرا کرد، درست اجرا کرد. آهنگ مال کیست؟ آهنگ کلاسیکی است، آهنگ کلاسیکی است، غزل از حافظ شیرازی است. گفتیم که در اول استادان اجرا کرده بودند و تا حال مثلا نسل جوان اجرا میکنند، ولی از همان اول تا به امروز یگان علاوه و یا واردات در این سرود عیناً همان گونه اجرا می شود. مثلا هر هنرمند وقتی اجرا میکند همون ساختار است. اثری که اجرا کرد شاهصنم دلخراج همون ساختار است، لیکن باز آواز از آواز واسطه دارد که مثلا اون ناله اون شیرینی که در همون اثر است با طریق آواز این خیلی خوب هم اجرا کرد. هر کس میخواند مثلا یک بابا میدارد 100 گل باشد اگر گلی خوشرویی میخواهید گیره. همین شاهصنم رنگی همون گلی خوشرویی که بابا میدارد همون گل هم میخواهید که گیرد، اینا همینطور اجرا کرد. یعنی علاوه نیست و هر کس میتواند با صدایی که دارد، با لحن صدایی که دارد دیگرگونه رساند به گوش شنونده همین سرود رو. و دوستان عزیز حالا باز یک سرود دیگر داریم در اجرای شاهصنم و با هم بشنویم. از جستجویت جان جانم به لب رسیده، با حسرتا که مردم روی مهد ندیدم، با حسرتا که مردم روی مهد ندیدم. گاهی سخن زلالت شهد و شکر بریزد، گاهی سخن زلالت شهد و شکر بریزد. ای کاش که بگیرم من از لبت مکیدم، ای کاش که بگیرم من از لبت مکیدم. تا چند می ستیزی، تا چند می گریزی، تا چند می ستیزی، تا چند می گریزی. آیا بود که گیرم از دامنت نمیدن، آیا بود که گیرم از دامنت کشیدن. خوش آن شبی که آیی بنده قباک شایی، خوش آن شبی که آیی بنده قباک شایی. ایستادم براحت رنگم زیرو پریده، ایستادم
یار از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم وانگهی دزدیده بر ما می نگر گفتم به چشم گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا تا سحرگاهان ستاره می شمر گفتم به چشم گفت اگر گردد لبت خشک از دمی سوزانیان باز می سازش چوشم از گریه تر گفتم به چشم باز می سازش چوشم از گریه تر گفتم به چشم گفت اگر بر آستانم آب راهی زدیش همه میچکند بیروم آن خاکی در گفتم به چشم همه میچکند بیروم آن خاکی در گفتم به چشم گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد تشنگان را مژده از ما ببر گفتم به چشم تشنگان را مژده از ما ببر گفتم به چشم گفت اگر داری حیا بی دور وصل ما کمان این دریا بپر ما سر به سر گفتم به چشم ما زیاد در این برنامه اطراف سرودهای کلاسیکی اطراف سرودهای شش مقام صحبت میکنیم حرف میزنیم و باز هم کم است هر سرود به خود یک تعریف دارد که مثلا هر اوج و هر مصرع و هر طرز ایجاد به خودش شرح الهیده دارد درباره این سرود برای ما بگوید سرود دویمه که از طرف شاهزانم اجرا گردید فریروگ از کمال خوجندی بود و سپورش هم از کمال خوجندی بود اصلا این همین اثری که شاهزانم اجرا کرد من بیشتر گوش میکنم حافظا یک جای میخوندن کم در کم هستن که مثلا حافظایی که تنها اجرا کرده باشن لیکن امروز شاهزانم این اثر خودش تنها اجرا کرد خود این اثر مثلا خصوصا فریروگ شما بینید که وقتی پای در پر میاد و بسیار مشکل است وقتی که آبجم بگیری بود جای هنگی داره و جای آوازی داره و چی داره همین این از افتادش برآمد اجرا کرد گفتید که این سرود رو گروهی اجرا میکنند از اون که دشوار است اجرایش برای همین البته چون بیشتر همون در چهاربینای دولتی حکومتی انسامبل ششم خانه کمیته تلویزیون و رادیو نزدی کمیته جمهوری ترکستان برنامه فردانی شاه اجرا کردن آنها باز 3 قسم 4 قسم کرده اجرا کردن یک جای خواندگان لیکن امروز شاهزانم همین خصوصا همون دویم و فریروگ بسیار اثری است که این هم آوازش که سپران است و اوجه بلند میگیرد همانا خوب اجرا کرد و در آخر یک سرود دیگر داریم فروغ مستعزاد نوا این سرود هم در شش مقام یکی از سرودهای ماندگار است و سرودی است که نسل به نسل آمده است سرودی است که بسیار هم در سطح کسبی استادان ما اجرا کرده و تا به امروز به ما میراث گذاشتند بله فروغ مستعزاد نوا غزلی سعیدای نصفی از مقام نوا است خودی اثر از درآمد سر می شود نیم اوج دارد بعد نمیدی نوا هست در اینجا نمیدی نوا اجرا میکنند بعد اوج می شود باز فروور دارد با همین اثر خاتمه می یابد این اثر هم شما تصور کنید که چند عرض گذشته تا زمانی ما اومده رسیده است چون که خودی موسیقی شش مقام بسیار موسیقی بزرگ است موسیقی که به قوری شیدر میگن که شاهانه شاهانه و شاهکاری زیادی دارد و همین خودی همین شاهکاری یعنی که تا زمانی ما ارسلان من باور دارم که همین اثرهای شش مقام مثلا اگر
زیاده از 250 اثر باشد میلیون سال هم گذرد که باقی میمونه، چون که خیلی خوب ایجاد شده است و بیشتری همه آهنگی که در شش مقام هست غزل از کلاسیکان است. بهترین سخن و بهترین غزل های در شش مقام کاملا نسون آهنگ بسته است. بله. تا زمان ما آماده رسیده است و حالا از بود یک آوازخوانی که در انسامبلی شش مقام خوانانی فیلارمونی دلیل تویستان بانو استاد اکشری جلوه فعالیت دارد. رحیم و رستم موادی گوینجه گوش میکنیم همین اثر رو. گلیستان از پی نشع و نماست، نوبهار آمد گلیستان از پی نشع و نماست. غنچه خسبانی چمن را غنچه گل متکاست، غنچه خسبانی چمن را غنچه گل متکاست. ناز برا از بنفشه ناز بالی زیر سر، ناز برا از بنفشه ناز بالی زیر سر. شاخ گل را بیستری برگینا در زیر کار، شاخ گل را بیستری برگینا در زیر پا. بوی گل را می برد از باغ پنهانی نسیم، باغبان پای برده این کاری دزدی آشناست. از پی
میرم آدم ربا خاک گلشن چون گلستان میرم آدم ربا سلامت باشید. تشکر زیاد به شما. همگی خوش آمدید به برنامه‌مون. و دوستان عزیز، ما این شام در برنامه یک چند نوای سرودهای سنتی تاجیک رو تنین انداز کردیم همراه یک گروه کسبی موسیقی و یک گروهی که همیشه در برنامه با ما خاطررسان میکنند سرودهای ماندگار، سرودهای خاطرمان از موسیقی سنتی رو. انسمبل شش مقام فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام یک شریف جوریف بودن. عین حال در برنامه همراه ما و همصحبت ما بودند خورسند مراد ظریف، هنرمند شایسته کشور. این فرجام برنامه این شمای خاطره ها بود و به شما سلامتی میخواهیم و خوشی های زندگی به کمتون. خیر.